میگن 2 تا احساس کلی تو دنیا وجود داره. یکی ترسه، یکی هم عشق. یعنی ترس و تمام احساسات منفی تو یه سمت، عشق، شوک‌گذاری و تمام احساسات مثبت هم یه سمت. بیاین با هم یه تجربه خیلی خوب داشته باشیم و از این ترس سعی کنیم به سمت عشق بریم. هر کاری که من میکنم با من انجام بده، کلا 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ما میخوایم از یه تکنیکی استفاده کنیم به اسم تپینگ. با ضربه زدن به یه سری نقاط خاص که مثل طب سنتی عمل میکنه، ما جریانهای انرژی رو باز میکنیم. یعنی جاهایی که انرژی تو بدن مسدود شده رو با همین ضربه ها باز میکنیم. همزمان یه سری صحبت هایی میکنیم که این باعث میشه که یه تغییرات خیلی خوبی تو بدن به صورت بیوشیمی اتفاق بیفته. اصلا به هیچی دیگه فکر نکن، با من انجام بده. خب، اول از همه از کنار دست شروع میکنیم. اینطور آروم با 2 تا انگشت این کنار دست رو ضربه بزن. با وجود اینکه در درونم ترس احساس میکنم، انتخاب میکنم که به خودم احترام بگذارم. با وجود اینکه در درونم ترس رو دارم احساس میکنم، انتخاب میکنم که خودم رو ببخشم و دوست داشته باشم. خودم و هر کس دیگه‌ای که این ترس رو در درون من القا میکنه میبخشم و دوست دارم. حالا بریم روی سر، آروم رو اینجایی که مو در میاد بالای سر ضربه میزنیم. این ترس دیگه برای من کاری نمیکنه. اول ابرو تصمیم میگیرم که آروم ردش کنم بره. کناره چشم برگرده به همون جایی که ازش اومده. پایین چشم این ترس دیگه به درد من نمیخوره. پایین بینی اما یه بخشی از بدنم هنوز فکر میکنه این ترس برای من مفیده. زیر لب فکر میکنه ترس میتونه مانع از اتفاقات بد آینده بشه. قفسه سینه اما این ترس همه بدنم رو گرفته. تمام بدنم از ترس منقبض شده. زیر بغل یه چند سانتی پایین تر از زیر بغل. از ترس آینده‌ای که نیومده نمیتونم نفس بکشم. دوباره برمیگردیم بالا سر. این ترس چجوری میتونه تو آینده به من خدمت کنه اگه همین الان زندگیمو نابود کرده؟ من تصمیم میگیرم این ترس رو رها کنم. این ترس رو زمین بذارم. ترسی که برای من کار نمیکنه. فقط داره زندگیمو نابود میکنه. تمام لحظات زندگیم با ترس و اضطراب عجین شده. اگه این چیزایی که من در آینده ازشون میترسم اتفاق نیفته چی؟ اگه تمام این نگرانی های بازی مسخره باشه چی؟ تمام اضطرابی که تو زندگیم داشتم همه زندگیمو ازم گرفته. این لحظه تصمیم میگیرم که این ترس رو رها کنم. این اضطراب دائمی، این فشار دائمی رو از روی بدنم بردارم. از روی سرم، از روی شونه هام، از توی دلم تمام این ترس رو رها میکنم. یه بخشی در درونم هنوز بهم میگه اون ترس لازمه. اون ترس تو رو از آینده ترسناک محافظت میکنه. اما من بهش میگم اون آینده که هنوز نیومده. هر وقت که اومد من اونقدر قوی هستم که باهاش روبرو بشم. من به خودم اجازه میدم که این ترس رو رها کنم. این اضطراب رو از قفسه سینم رها کنم، آزاد کنم. من به خودم اجازه میدم، به تمام سلولهای بدنم اجازه میدم که این ترس رو رها کنن. من کم کم به خودم اجازه میدم راحت نفس بکشم. من این ترس رو آروم آروم از تمام اعضای بدنم رها میکنم. من آروم آرومم. حالا یه نفس عمیق بکش.
شونت توی خورده شل کن. حالا به نظر ترست در چه وضعیتی قرار گرفته؟